درود بینندگان برنامه اخباری آزادی. امروز یکم ایول است و آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را اینجا گرد آورده ایم. نگاه به سرخط خبرها. مشورت‌های دو جانبه بین امریکا و تاجیکستان. پس از 4 سال دوباره مقامات دو کشور در واشنگتن مسائل امنیتی از جمله مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و جنایت‌های فرامرزی را بحث کردند. حامیان حقوق پیشنهاد کردند که مقامداران تاجیک متهم با عذاب محبوسان بازداشت شده ها بر پایه قانون مگنیتسکی مورد تحریم و مجازات قرار گیرند. در ناحیه روشان جسد علیشیر میرزان‌آباد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان را به خاک سپردند. در دریای پنج جستجوی جسدهای همسر و دخترش ادامه دارد. دیروز بعد تنفس 4 ساله در واشنگتن دور دهم مشورت‌های دو جانبه سالانه بین ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان دایر شد. هیئت‌های دو کشور همکاری‌های امنیتی از جمله مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و جنایت‌های فرامرزی را بحث نمودند. در عرفه این نشست کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو رهبر هیئت تاجیکستان وزیر کارهای خارجه سیراج‌الدین مهرالدین را به حضور پذیرفت. در این باره همکارم خیرامان بقازاده تفصیلات می‌دهد. مارکو روبیو کاتب دولتی آمریکا در گفتگوی روبرو با سیراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان به توسعه امکانات تجاری در ساحه معدن‌های نادر و بخش‌های دیگری مهم اشاره کرده است. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجه آمریکا نوشت دو جانب رشد همکاری‌ها را در ساحه امنیت، مبارزه با تروریسم و ضرورت توسعه همکاری‌های بسیار جانبه توسط پلتفرم دیپلماتی 5+1 بررسی نمودند. جانب آمریکا همچنین گفته است صداقت تاجیکستان را به همکاری‌ها در ساحه بهداشت قدردانی می‌کند. ماه اپریل دو کشور به اعلامیه تفاهم گلوبالی 5 ساله امضا گذاشتند. با نوشته دپارتمنت دولتی این اولین سند است که در چارچوب استراتژی سراسری بهداشت آمریکا در آسیای مرکزی و جنوبی در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شده است. در همین حال روز 30 ایون در واشنگتن دور دهم مشورت‌های دو جانبه سالانه بین آمریکا و تاجیکستان دایر شد. هیئت کشور را در این نشست وزیر امور خارجه سیراج‌الدین مهرالدین و جانب ایالات متحده را یاور کاتب دولتی در امور آسیای جنوبی و مرکزی پول کاپور رهبری می‌کردند. تفصیلات بحث جانب‌ها هنوز معلوم نیست، اما بنا به گزارش سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان جانب‌ها ضمن مشورت روند رشد مناسبت‌ها را مورد بررسی قرار داده آمادگی خود را جهت تحکیم منبعد شریکی تاجیکستان و ایالات متحده در ضمن احترام و همکاری درازمدت متقابلا سودمند تاکید نمودند. یاور کاتب دولتی آمریکا پول کاپور نقش کلیدی تاجیکستان را در تامین امنیت مرز با افغانستان و جلوگیری از تروریسم و جنایتکاری بین‌المللی در این منطقه نیز ذکر نموده است. مقامدار آمریکایی با ملاقات رهبر آمریکا با رئیسان جمهوری 5 کشور آسیای مرکزی که ماه نوامبر سال گذشته دایر شد اشاره نموده تاکید کرد که در آن ملاقات شرکت‌های آمریکا و تاجیکستان به مبلغ 3 میلیارد دلار سازش‌ها به امضا رسانیدند. موضوع سرمایه‌گذاری ایالات متحده برای استخراج کان‌های معدن طبیعی در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان ماه نوامبر سال گذشته در واشنگتن بررسی شده بود. مشورت‌های دو جانبه سالانه بین آمریکا و تاجیکستان همچون وسیله مکالمه دیپلماتی میان دو کشور در سال 2010 تأسیس یافت. در دوام نزدیک به 35 سال استقلال تاجیکستان، آمریکا توسط برنامه‌های گوناگون به کشور به ارزش 2 میلیارد دلار کمک کرده است. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجه آمریکا خاطر نشان کرده است که امسال تاجیکستان میزبان فورم B5+1 است. این چارچوب که با نام بیزنس با دولت مشهور می باشد باید در رشد همکاری‌های تجاری و دیپلماتی سراسر آسیای مرکزی سهم مثبت گذارد. کمیته هلسینکی یک سازمان حامی حقوق انسان خواسته است بر ضد آن منصبداران تاجیک که در شکنجه زندانیان دست دارند تحریم‌های هدفمند از جمله قانون مگنیتسکی جاری شود.
قانون مگنیتسکی منع دادن روادید و بستن دارایی‌های منصبداران گمانبر به فساد و پایمال حقوق آدمان را پیش بینی می‌کند. همکارم کیومرث عطا با جزئیات اظهارات آشنا شده است و پیش از برنامه دلیل چنین تقاضا را از او پرسیدم. عبدالمومن، اگر بسیار کوتاه گویم دلیل شکنجه زندانیان و به ویژه آنهایی بود است که با انگیزه های سیاسی در بازداشتگاه و محبس های تاجیکستان هستند و به احتمال زیاد گزارش رادیوی آزادی درباره وضع محمد علی حید معاون زندانی رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز برای نشر این اظهارات سبب گشته است، چون کمیته نروژی هلسینکی روز 29 ایون در شرح طلبش گفته است مقامات سالهای دراز محمد علی حید معاون زندانی رئیس حزب ممنوع نهضت را مورد شکنجه و رفتار بیرحمانه و تحقیرآمیز قرار داده او را در شرایط وزنین و طاقت فرسا در زندان نگه می‌دارند. محمد علی حید سال 2015 دستگیر و به حبس عمرباد محکوم شده است و نزدیکانش در نیم سال تنها یک بار حق دارند که با او ملاقات کنند و بار آخر همسر و دو خواهرش روز 2 ایون با او گپ زدند. خواهرش گلببی حیدتova روز 16 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برادر 68 ساله شکایت کرده است که او را لوچ در بالای برف نگاه داشته با کلتک زدند و بعد آن در آب نگاه داشته و سپس 2 هفته در حجره یا اتاق تنبیه هم محکم کردند. فیروز محمد علی پسر محمد علی حید نیز به کمیته نروژی هلسینکی گفته است که پدرش را طی سالهای آخر در بازداشتگاه بارها با مشت و لگد و کلتک زدند و او شنوایی یک گوشش را تقریبا از دست داده است. از نشر اظهارات کمیته هلسینکی 3 روز گذشت و قبل از برنامه از همکارم کیومرث پرسیدم که آیا جانب تاجیکستان هم واکنش کرده است یا نه. تاکنون مقامات در تاجیکستان واکنش نکردند، اما اگر به اظهارات کمیته هلسینکی برگردیم، دبیر کلی آن بیریت لیندمان گزارش ها را درباره شکنجه شدن محمد علی حید بسیار تشویش آور خوانده و از مقامات تاجیکستان خواسته است که باید همه گونه شکنجه و بدرفتاری را نسبت به محمد علی حید و زندانیان دیگر سیاسی بس کنند و آنها را فوراً آزاد کنند. خانم لیندمان سبب افزایش شکنجه را در بازداشتگاه و زندانهای تاجیکستان به جزا ماندن مسئولان شکنجه دانسته و گفته است که حالا وقت آن رسیده است که شریکان یا همکاران دموکراتی تاجیکستان علیه منصبداران تاجیک که در شکنجه دست دارند تحریم‌های هدفمند مثل قانون مگنیتسکی جاری کنند. از این پیش در ماه می امسال کمیته محو شکنجه در سازمان ملل گفته بود که هرچند در قانون‌های تاجیکستان برای زوری و شکنجه جزای سخت تعیین شده است، اجرای آن کمتر به نظر می رسد و تعداد آنهایی که برای شکنجه مثلا یک زندانی یا بازداشت شده جزا گرفتن بسیار کم است. به اطلاع خود حکومت تاجیکستان از سال 2018 تا سال 2025 تنها 13 کس برای شکنجه جزا گرفتند، ولی عریضه و شکایت های رسمی از عذاب و شکنجه از طرف ماموران انتظامی از 100 عدد هم زیادتر بوده است. در همین جا عبدالمومن باید گویم که سالهای آخر چندین سازمان مخالف حکومت تاجیکستان و هم سازمان های غربی با دلیل محدودیت آزادی دین و بیان و سرکوب دیگراندیشان خواهان تحریم های هدفمند یا تحریم های مقصدناک به ضد منصبداران تاجیک شدند، اما این درخواست‌ها اساساً توصیوی هستند، نه اجرایشان حتمی. تشکر از همکارم کیومرث عطا که درباره پیشنهاد مجازات مقامداران تاجیکی متهم به شکنجه زندانیان معلومات داد. یادآور می‌شویم که قانون مگنیتسکی با نام محاسب روس سرگئی مگنیتسکی مربوط است که سال 2009 درباره فساد گسترده در اداره‌های دولتی روسیه معلومات داده بود، ولی او را با عیبنامه ساخته غیرقانونی بازداشت کردند. او در سال 2012 در زندان به هلاکت رسید. مرگ مگنیتسکی واکنش تکان دهنده بین المللی داشت. کنگره ایالات متحده آمریکا قانون مگنیتسکی را قبول نموده تصمیم گرفت به مقامداران متهم با فساد دادن روادید سفر به آمریکا را منع و دارایی‌های منصبداران گمانبر به فساد و پایمال حقوق آدمان را جاری کند. روزی گذشته در یک مراسم خاص در ناحیه روشان جسد علیشیر میرزان‌آباد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان را به خاک سپردند. جسد او را پس از 2 هفته جستجو در ساحل رود 5 در حدود ناحیه شمس‌الدین شاهین پیدا کردند.
همکارم میرزانبی خالقزاد درباره مراسم خاکسپاری او و شخصیت علیشیر میرزانباد این گزارش را تهیه کرد. شاهد مراسم ودا با معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری گزارش ویژه تلویزیون دولتی تاجیکستان از خاکسپاری جسد علیشیر میرزانباد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان او را روز 30 ایون در زادگاهش دهی شیدزی ناحیه روشان دفن کردند. مقامات گفتند پیکر او پس از 2 هفته جستجو از ساحل رودی 5 در ناحیه شمس‌الدین شاهین یافت شد. امروز جسد مرحوم رئیس ولایت از رودخانه 5 بیرون برآورده شده. علیشیر میرزانباد با همسر و دختر خردسالش و راننده و یاورش روز 17 میون در رودی 5 غرق شده بودند. جسد یاور و راننده‌اش را روز 25-26 میون پیدا کرده بودند. نجات بخشان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هنوز جسد امینه امان‌الله و همسر علیشیر میرزانباد و دختری 2 سالش عارفه را جستجو دارند. رقم قید دولتیش 278 تیجی هم خیومگه 3 تا استالبر از اگه راست همی خیومگه بعد درونی داری. سبب بر رودی 5 غرق شدن ماشین خدمتی علیشیر میرزانباد را وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سرعت بلند و از عهده اداره واسطه نقلیات برآمدن راننده سینا مبارک شایف نامیده بود. از خدمت‌های شایان تحسین علیشیر میرزانباد در جلسه حکومت تاجیکستان روز 30 ایون به پاس خاطر او دقیقه خاموشی اعلان کردند. قبلا رئیس جمهور امام علی رحمان علیشیر میرزانباد را شخصی نامیده بود که وظیفه های خدمتی خود را همیشه صادقانه و با مسئولیت بلند اجرا می‌کرد. قبلا آمادگی پوره جنگی گرفته. بعضی از ساکنان در ولایت مختار کوهستان بدخشان او را در سرکوب ده‌ها فعال یا مردم ناراضی متهم می‌دانند. آنها بر این نظرند که علیشیر میرزانباد سال 2022 به حکومت مرکزی شرایط فراهم آورده است تا فعالان و ناراضیان را در منطقه بی‌رحمانه سرکوب کنند. علیشیر میرزانباد 46 سال داشت و سال 2021 رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان بود. پیش از آن در حکومت شهر خارق و کمیته دولتی امنیت ملی کار کرده است. روز 1 ایول در مسجد دهه نوجی شهر حصار مراسم جنازه هنرمند شناخته بختیار رحیموف با شرکت همپیشگان و اهل هنر تاجیکستان برپا شد. دل این هنرمند 57 ساله و شرکت‌دار گروه هنری غریب شد در لحظه‌های از کار ماند که برنامه نوبتی هنریش را برای تماشابینان در آسایشگاه شاهنبری معرفی می‌کرد. تشریف خلیلوف، یک دوست و همکار سابقه‌دار بختیار رحیموف، در صحبت با رادیو آزادی گفت او از درد دل و بیماری قند رنج می‌کشید. او لحظه آخر زندگی بختیار رحیموف را چنین تصویر کرد. گفت مازم نیست، نوروزی برادر ما دل میسوزه دیگه، در او خورده درم سالای میزایی که میشینیم در افستاکی خوش کردن. ما اومدم بالای سر با دختر اومدن چی گپ شد تو کل کردن چند تا دولنی پس پیشور خیلی پس دادن. این دویم دولنش بلند که بود دوروی برای دولن پاک کردن میخورد. این دولن خودش فشار پس 2 تا دوری با فشار پس میخوره بود. مثلا میگیریم که یک بار با پس میشم. خیلی خدا گفت خلاص گفت آخرام باش 3 گپ گفت 3 گپ گفت. مودن شما هم هیچ نکردیم. همه گفت که لارو دا تست با گفت که نفس نمیرسه 3 برو. نفس نمیرسه. نفس نمیرسه گفت. 3 بار من گفت. دوستان هنرمند و هوادارانش در شبکه‌های اجتماعی مرگ نابهنگام بختیار رحیموف را تلفات بزرگ هنری حجو و طنز دانستند. بختیار رحیموف با نام غریب شو معروف بود. سالهای زیاد در صحنه اساساً در ژانر حجو هنرنمایی میکرد. با گفته دوستانش طنز و خوشگویی و با ویژه در سالهای اولی بعد از جنگ شهروندی سالهای 1992-97 تاجیکستان مردم را روح بلند میکرد و اراده زندگی را با آنها برمیگرداند. تشریف خلیلوف هم گفت اسم غریب شو هم مقصدی به هم آوردن دوستان پراکنده و غریبان را هدف قرار داشت و بختیار هم توانست برای انجام این رسالت زحمت بکشد. از همراهیتان سپاسگزارم. اگر خواهید که از خبرهای روز به خبر نمانید، سامانه آزادی آرگ و صفحه های رادیو آزادی در تیک توک، تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و ایکس رو پیگیری کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا یار و مددگار شما بود.